بچه حالا تو چطوره؟ امروز اومدیم با یه بازی خفن و ترسناک دیگه به اسم The Plant Shop یا همون سبزی فروشی گلوگیا. برو بریم تو کارش. روز اول ممنون میشم تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. که چنل ما رو ساب نداره حتما ساب کنین، خیلی ناراحت میشم. ساب کن. خب امروز همون فرداییه که خیلی وقت بود منتظرش بود. در تمام این سالها و ماهها بعد از این همه ماه آماده شدن، همه چیز آماده کردن، بالاخره دارم مغازه گیاه فروشی خودم رو باز میکنم. به سلامتی، به سلامتی، خدایا شکرت. لعنت بهش. کلیدم رو تو ماشین جا گذاشتم. حتما استرس روز اوله. ای لعنتی. حافظه ماهی شدم. ببند در با کن در. چه خوشگله مغازم. اینجا چیست؟ او مای گاد، فیوز میوزه. چه نازم. کی جارو رو میذاره تو کمو؟ در ببن. WC. او مای گاد. آب وا شد. بودجه ببن. بالت. خب درش باز و بس. عجب تکنولوژی خفنی. خب بریم بکن. میدوه. خب به فنا رفت. به سلام علیکم. چی؟ سی زوم میکنه. فلاور به علاوه ویست به علاوه واتر به علاوه ایکس فلاور. نصف شبی. سلام، من روزا صاحب خانه ساختمون هستم. شنیدم که امروز کسب و کارت شروع کردی. فقط میخواستم در اولین روز کاریت $900 موفقیت برات آرزو کنم. ضمناً یادم رفت روزی که اونجا رو اجاره کردی چیزی رو بهت بگم. اتاق پشت ساختمون قفله. آخرین مستاجر قفل رو عوض کرده و به تماس‌های من جوابی نمیده. اگه چیزی لازم داشتی حتما با من تماس بگیر. خدا نگهدار. خب مشتری. یا سلام. سلام. حالت چی میخوای؟ سلام. حالت چطوره؟ خب این فروشگاه گیاه جدیده؟ نه قدیمه. مگه کوری تازه وا شده؟ دنبال چند تا گلم که در دفترم بذارم. پول داری؟ پول نه، یعنی الان میارم. اینو نداشته باشی که همینو میزنم تو سرت. اینو بذار اینجا، این گلو بذار توش، اینم بذار توش. چی اینجا یه چی گفته بوده؟ به علاوه واتر. او مای گاد، واتر رو میریزیم توش. اونور انگار جوهر ریختم تو گلو برات. بیا برو کیف کن. گل جوهری باشه. میدونم چی میخوای. بیا گم شو دیگه. ممنون. دقیقا همون چیزی بود که دنبالش بودم. خب پیداش کردی گم شو. مطمئنم یه روز دیگه برگرد با پول. سیو. دفعه بعد میبینمت. اینم یه پاداش برای این سرعت عمل خفنیه. $5. مانی تموم شد. خب نوشته که به خدمات رسانی ادامه بده. چشم. دیگه چیکار کنیم؟ نوکریه دیگه. رادیو بنازم. خفه شو. کپی رایت ولی قشنگ بود. بذار خفه شو. خب سلام مشتری خفنمون. حال شما کی هستن؟ پس تو دختر جدیدی؟ آره من در سن تو در مزرعه پدرم سیب زمینی میچیدم. آره اصلا هم الان نمیچینی. حالا من زمینی خودم رو دادم و خودم رو وقف باغبانی کردم. یه گلدان با یه گل آبی و یه گل سفید به من بده. چقدر چیز؟ یه گلدون و یه گل آبی و یه گل سفید. چشم. اتفاقا دوتا فقط هم 2 نوع گل داریم ما، میدونی؟ یعنی از این دوتا نمیتونی خارج سفارش بدی. قرمز نداریم، سفید آبی. بیا معمولا اول آب میریزن بعد گل میکنن. ما اول گل میکنیم بعد آب. اینم آب نیست، جوهره. ولی خب برای اینکه پول بیشتری بگیریم ما اینو میریزیم تا آره. خب بیا روش. همسرم عاشق این گلا بود. خب به من چه؟ به نظر دختر خوبی میاد. اینو بگیر. چیو؟ این چی هست؟ اونا دانه های تازه رشد کرده از مزرعه منن. دمت گرم. به کسی نگو، اما اونا رازی دارن که باعث میشه خیلی سریع رشد کنن. گرد. اینم یک انعام برای سرعت عملش رو. 5.
اوکی. مونی این چی هست بمون داد؟ دانه گل هنوزم او اینا بود. حالا میتونم اینجا گیاه بسازم، یعنی بکاری دیگه. بسازم که نه، بکاری. من دستور پخت جدید رو هم اینجا نوشتم. عالیه. کیه؟ بازده مزاحم تلفنی سگ کیه؟ سلام، دوباره روزام. ای وای اشتباه. نه با تو نبودم، با یه مشتری بودم. میدونم، حالا مهم نیست. خب همین الان یادم اومد که یه وای فای جدید در ساختمون نصب کردم. مبارکت باشه. حالا به من چه؟ شما باید بتونید از کامپیوتر برای خرید آنلاین استفاده کنید. داره به ما کمک میکنه که بتونیم از طریق دیجی کالا چیزامونو بفروشیم. همین، خدافظ. دمت گرم. الان میتونیم از دیجی کالا چیز بفروشیم. این مشتری اولین بازیم بود. من خودم قیافت رو یادمه. هنوز همونقدر زشتی. فروشگاه گیاهان. چه آشغالی. آشغال قیافت عمت خرید. تو گاوی. گم شو بیرون، اصلا نمیخوای به درک. برو گم شو نبینمه. من مدیر یه شرکتم. خب به من چه؟ رو همون شرکتت برس. و در اوقات فراغتم در بازار سهام سرمایه گذاری میکنم. به جهنم. حالا با گم شو، نمیخوام ریخته تو ببینم. من وقتم رو با کاردستی با گیاهان تلف نمیکنم. الان که داری میکنی. یه نگاه بنداز کجا وایسادی، بعد زر بزن. یا دلم برات میسوزه یکی از اون گیاهای کالاتی ها رو بهم بده، اما نه اون گلای پنیری. باشه نمیدم. گم شو. به تو چی نمیدم. A few moments later. باشه. گل چی این فلنیا پالدنسی فلان دول بک. دیدم چی میگی. کالاتیا چه گفتیه؟ فارسی حرف بزن. کالاتیا نکاشتم کوری. بیا دونشو بگی. خر. حالا باید بکاریم بریم به این گاو. نه که خیلی هم مهربونه. دونه رو میبینی همین تو سرت. نه دونه نه، این گلدون رو بگی. ای بابا کاشتم. خر. بیا لیاقت نداری. گم شو ببرش نبینمت. در ثانیه بگی بینم. این کار سریعتر انجام میده. جدی؟ نه بابا. علاوه بر هیپی بودن خیلی هم کندی. عوض خر. من تو پولی نمی کی بود؟ چراغا روشنن؟ چه اتفاقی برشون افتاده؟ حس میزنم بیرون طوفان شده. باید کلید برقو بررسی کنم. ای بابا. حالا بذار پولمونو بگیریم، حداقل بی پول نریم از دنیا، با پول بریم. ای خدا چقدر تو این بازی ها من بدبخت. کلید برق کدوم گوری؟ این توه. وای ای وای. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. نه چیز اشتباه دارم میخونم. بلش کن. او مای گاد. بده بالا اینو. او را به خدا حالا پشتمه. اعوذ بربی. گفتم پشتمه. چرا ترسیدم؟ من گفتم در رو نبند رو خودت. گفتم وات. برو یکی آروم باش بابا، زمین لرزه. یا حضرتم چیه؟ تویی؟ کمتر میخوردی چاق. یا حضرتم بابا مغازه لرزید از شدت گنده بودن. یو چت میشه یا چیز برگر 3 تایی با سیب زمینی سرخ کرده خیلی بزرگ بهم بدین چت کنم. اگه کوری اینجا گیاه و گل فروشیه، میفهمی؟ اگه میخوای علف داریم میتونی بخوری. بدم. بیا ما اینجا غذا سرو نمی کنیم. لعنت اونو غذا ندارم.
ما پختیم. have food. we are cooking. ما پختیم. چت. چی میگی ای چت؟ یعنی من نمیفهمم حرف اینو. ترجمه میخوام. خب پس 5 گلدان با خاک به من بده. میخوای اونا رو هم حتما بخوری. آره دیگه به نظرم کار دیگه نمیخوای بکنی. این برای گیاهای منه. میدونم مثلا برای شکمت نیست، برای گیاهاته. میدونم. حالا چی گفتی؟ 5 تا گلدان با خاک. 5 تا گلدون و خاک میخوای بخوری؟ به به نازم اصلا حرفه‌ای شما. بیا بابا صبر کن. نو بنداز اون بر 3 تا. حالا انقدر سفارش خوبی نداشت. غذا فروشی شدی. خاک میفروشم بخورین کیف کنین. خب همین خاک دیگه. بیا برو کیف کن. 1 2 تا خدا لعنت کنه لایف بمیر. 3 تا 4 تا بگیر. 5 تا 3 تا بیشتر نمیشه مثل همینا رو. حالا بگیر. بایستا اینا رو بگیر. این چیزی نیست که من سفارش داده بودم. ببین هنوز تو فاز رستوران. سفارش چیه؟ اینجا به خدا همین گلدون رو میریزم. مگه نگفتی 5 تا گلدون با خاک میخوام؟ 5 foot with soil. A few moments later. بگیر دیگه بابا. بیا 3 تا بیشتر نمیتونم. این چیزی نیست که سفارش به در 1 hour later. منظور شاید این گلدونا رو میگه. ببینم تو اینا هم میشه خاک بیخوام. نه نمیشه. 3 hours later. شاید اینجا آموزش شده. نه اینجا قیمت هاست. گل قرمز $20. نیست البته، یوروه. ولی چیکار کردم؟ نه فروختم یا خریدم؟ خریدم. گند زدیم که حالا. خریدم. میخوای؟ نمیخوای نخور. 2000 years later. نگاه کن چقدر به من ضرر زدی تو. ببین برای یه گلی که 5 تا گلی که بخوای کوف کنی. چیکارت کنم؟ 2 hours later. نخواستی که نخواستی. اون وقت حالا تو اینجا بودی؟ گم شو. بعدن به حسابت میره. بیا اینجا. میدونی چقدر خسارت زدی به من تو کوچولو. گم شو اینجا. ببین یه بلایی من سر تو بیارم. خب الان یه دقیقه شما وایسا آقای محترم، تو من یک زهر موریاتا آماده کنم. یه کلوم میگفتی اون اونجاست. 8 ساعت من اونو ندیدم. هی میگه من اینو نمیخوام که نخوام. یا این 4میش همش تقصیر تو بود. سرمو درد بود. بگیر کوف کن. برو به درک. هورا این درسته رفیق. فهمیدیم چت کنیم. بیا 900 تا آروم را برو. نگاه خورد. من گفتم این گلا رو میخوره. حالا مغازه میریزه رو سرمون. این آدم برو. پس زلزله های شرق بخواد تقصیر توه. بنار اینم پول. سرم درد. تو هم که مشتری بازی اولی شاید سازنداش یکیه. سلام زیبا رو. اول من شما رو اینجا ندیدم. منم تو رو ندیدم. تو که چی؟ میگویند این خیابان شب خیلی خطریه. اگه با من بودی لازم نبود نگران باشی. الانم نگران نیستم. یعنی نظر تو خیلی اعتماد به سقف داری. یه گلدون با یه گل قرمز تیره به من بده، مثل عشق من به تو. جدی؟ بسیاره همین آبو بپاشم تو صورتش. انشالله. چیکار کنم؟ آماده داشتم. بیا
بگی کوف کن. She's just as pretty as you. او درست اندازه تو زیباست. اوه مای گاد. تر شدم. برو گم شو دیگه. صدام گرفت. یالا شمارتو بده. فردا برای صبحانه میبرمت بیرون. جدی؟ باشه شماره مجازی بده. نه ممنون. بهش بدم یا نه؟ شماره الکی میتونم بهش بدم، میتونم بگم نه ممنون. بله عزیز دل، بفرمایین شماره منه. زنگ بزن خودمم جواب میدم. فردا میبینم ات پرنسس. باشه معتادت به قیافت این نگاه مینداختی. لباس صورتی میپوشه میاد به من چیزی. حالا همچین که زنگ زدی یه مرد جواب داد، فوشت داد، حالی. خب